دیروز خیلی سرعتی 2 کاراکتر کشیدم، صرف اینکه قرار باشه امروز برای این 2 کاراکتر یک لباسی رو ما بیایم طراحی کنیم. قبل از اینکه حالا بیایم برای این 2 کاراکتر لباس بکشیم، بریم لباس رو درک کنیم. بچه همونطور که میدونید خب لباس از پارچه های مختلفی ساخته شده و هر جنس پارچه‌ای یک چین و چروک خاص خودش رو ایجاد میکنه. الان مثلا لباسی که تنیشونه خب جنسش چرمه. ما انواع و اقسام جنس های پارچه رو داریم که هر چقدر اون پارچه کلوفتر باشه، چین و چروکی که ایجاد میکنه چین و چروکی کمتریه نسبت به اینکه یک پارچه نخی باشه یا نازک باشه. مورد بعدی توی پارچه ها اینه که لباسی که کاراکتر میپوشه به تنش گشاد باشه یا اینکه تنگ باشه. با زمانی که یک کاراکتری لباس تنگ تنش باشه، چین و چروکایی که توی بدنش ایجاد میشه خیلی چین و چروکای ریزتری هن به نسبت اینکه زمانی که یک کاراکتر لباس گشادی تنش باشه، به اصطلاح آور پوشیده باشه، چین و چروکایی که ایجاد میشه چین و چروکای بزرگتری هستن. این مورد دوم. مورد بعدی که باید باز توی لباس بهش توجه کنیم اینه که شما زمانی که کاراکتر رو میکشید نباید از همون اول با لباس طراحیش کنید. چرا؟ چون اگه بدون اینکه بیاید بدنش رو بکشید لباس رو طراحی کنید، یه سری چیزا از دستتون در میره. اینکه لگن دقیقاً کجاست، اینکه دنده الان کجاست، اصلا دست چقدر سایزش واقعا. و این باعث میشه که اگه شما یک کار با لباس رو طراحی کنید بدون اینکه از اول زیر سازش رو درست بکشید، یک نفر که واردتره میاد و اینو بررسی میکنه و میبینه اوه این زیر اصلا یه خبر دیگه است و این کاملا اشتباهه. پس ازتون خواهش میکنم تا قبل از اینکه آناتومی رو، نیازم نیست که مثل چیزی که بهتون گفتم ماهی 4 دقیقه بکشین. الان ببینید این کار رو من شاید توی 5 دقیقه فقط کشیده باشم، فقط در حد اینکه مثلا دستو نیومدم ماهی 4 اونطوری کار کنم، تمام عضلات سینوم اینا رو که نکشیدم، صرفا یک نمونه ساده که بدونم بدن به چه صورته، ولی صحیح. چرا میگم صحیح؟ چون زمانی که شما آناتومی رو یاد گرفتید دیگه درست میدونید قوس کمر کجاست، دیگه درست میدونید تا کجا باید آرنج رو بکشید، دلتوید کجا فرو رفتگی داره، گردن به کجا میرسه، چجوری به تقویه بس میشه. دیگه این چیزها رو دیگه خودتون باید ساده کنید ولی صحیح بکشید. خب پس اول یه همچین فرمی رو باید حتما زیر لباس کاراکترتون، هر کاراکتری که میکشید اول این رو باید بکشید و بعداً بیاید روش لباس بکشید. و زمانی که لباس روی بدن کاراکتر قرار میگیره اینجوری نیست که بر فرض مثال الان این گردن این شخص خب اینجوری از توش یقه در نیامده، یقه به هر حال برآمدگی ایجاد میکنه. این یه چیز خیلی مهمه که شما باید توجه کنید که زیر در واقع لباس دقیقاً بدن تا کجا هست و اون جنس پارچه کلوفتیش تو چه حده و چقدر قراره برآمدگی ایجاد کنه. یا حتی توی مثلا آستین، حالا این دستش تو جیبشه، توی مدل دیگه بهتون میگم این که تا کجا این لباس اومده، بدن دقیقاً کجا قرار داره، این رو شما حتما باید مشخص کنید که اول بدنتون رو بکشید بعداً لباس رو بکشید که به مشکل نخورید. اگه مشخص نکنید الان مثلا این دنده به چه شکل قرار داره، لگن که مشخص واضحه این شکلیه و دنده برعکسشه به این شکله. ببینید یه همچین فرمی این به خودش گرفته. اینا رو باید حتما توجه کنید. خب جنس لباس گفتیم،
جنس لباس که گفتیم چروک‌های مختلفی ایجاد میکنه. الان مثلا این شلواری که ایشون پوشیده به خاطر جنسی که داره چروک‌های زیاد ایجاد نمیکنه. شما در نظر بگیرید اگه این شلوار لیپاش بود الان اینجا همش پر از چروک‌های کوچیک کوچیک بود، ولی الان به عنوان یک شلوار پارچه‌ای که حالا من جنس پارچه ها خوب نمیدونم ولی جنسش کلفت مشخصه و چینای خیلی کم ایجاد کرده. حالا چه جاهای ما چین رو قرار بدیم؟ یک قسمت‌هایی توی بدن به عنوان نقاط فشاری در نظر گرفته میشن، جایی که فشار روی پارچه قرار میگیره. فرض کنید این یک پارچه باشه بچه‌ها. این پارچه رو من میخوام بذارمش روی یک سطح استوانه‌ای طور. میخوام این پارچه رو بذارم روی این استوانه. وقتی که این پارچه رو اینجوری بندازمش، این پارچه این شکلی اینجا قرار میگیره. به این قسمت میگن نقطه‌ای که فشار ایجاد شده. اینجا نقطه‌ای که فشار ایجاد شده. حالا این نقطه فشاری توی لباس ما کجاست؟ از کجا بفهمیم؟ ببینید این قسمت آرنج دقیقاً نقطه‌ای که داره فشار ایجاد میکنه. این قسمت کتف داره فشار ایجاد میکنه. این قسمت زانو داره فشار ایجاد میکنه. پس هر قسمتی که فشار ایجاد کنه به سمت مخالفش ما چی داریم؟ چین داریم. الان این به سمت مخالفش چین داریم. به سمت مخالف این چین داریم. به سمت مخالفش چین داریم. پس این رو باید حتما مد نظرتون باشه که ما یک سری نقاط فشاری داریم و متناسب با اون چین ایجاد میشه. یه نمونه فکر میکنم از پینترست پیدا کرده بودم. آها اینجا نگاه کنید، خیلی واضح اینجا داره نقاط فشاری رو به ما میگه. سرشونه ها رو داره فشار میده به سمت بالا، سرشونه رو گرفته بالا. سرشونه که میره بالا چروکا به سمت پایین کشیده میشن. اینجا این دستش رو کشیده، نقطه فشاری این سمته، پس چروکا به این سمت به سمت مخالفش دقیقاً کشیده میشه. اینا رو با تمرین لباسای مختلف رو تمرین میکنید، چروکا رو روش میکشید تا اینها رو یاد بگیرید. ببینید الان توی این نمونه کجا داره فشار ایجاد میشه؟ این قسمت داره فشار ایجاد میشه. هم آرنجش خم شده، هم لباس به این سمت کشیده شده. این قسمت لباس به سمت دستی که توی جیبه کشیده شده. پس چون اینجا دست کشیده شده ما یک سری چروک رو به سمت چه نقطه‌ای؟ به سمت نقطه فشار داریم. اینجا هم ما چروک رو به سمت نقطه فشار داریم. این نقطه فشارمونه. باز به همین شکل. حتی اینجا ما میتونیم یک نقطه فشار در نظرش بگیریم. هم این قسمت هم این قسمت دو تا نقطه فشار هستن. باز اینجا این قسمت نقطه فشاره و چروک‌ها به سمت نقطه فشارن. باز بچه‌ها جنس لباسی که ایشون پوشیده بیایم بررسیش کنیم. این لباس که بافته باز جنسش کلفته. ببینید زیاد چروک کوچیکی ایجاد نکرده، چون جنس لباس کلفتیه. چروکایی که ایجاد شده چروکای بزرگن. به چه سمتی؟ به سمت نقطه فشار. لباس اینجا رفته توی شلوار فشار ایجاد کرده، به سمت نقطه فشار ما چی داریم؟ چروک داریم. همین پالتویی هم که پوشیده باز چون جنسش بزرگه چروکایی که ایجاد شده چروکای بزرگی هستند، چروکای ریز رو توش نداریم. باز این شلوار نه، جنس شلوارش نازک‌تره، چروکای بیشتری ایجاد کرده. اینجا زیاد نقطه فشاری نداره. زمانی که پا تو حالت مستقیم قرار داره یا اینجا مثلا لباس باز تو حالت مستقیم هستش، توی این حالت ما قرار نیست اینجا چروکی ایجاد کنیم. اینو باید توجه کنید بچه‌ها. لباس وقتی این شکلیه چروکی نداره. لباس زمانی چروک توش ایجاد میشه که یک نقطه‌ای بهش فشار بیاره، یک حالتی به خودش بگیره. پس اینجا ما این قسمت مثلا چروکی نداریم، این قسمت چروکی نداریم. اینجا چون نقطه فشاری داریم چروک داریم.